سلام و عرض ادب خدمت شما والدین عزیز. امیدوار هستم جور و صحتمند و سر حال باشین. عبدالاحد شیرزاد هستم، مشاور و روانشناس مکتب بین المللی معارف افغان ترک. امروز میخوایم در مورد 3 سبک از مهارت‌های فرزندپروری صحبت کنم. والدین عزیزی که دوست دارند فرزندانشان حد اکثر استقلال را در زندگی تجربه کنند و بدون کدام شرط و شرایط برشان آزادی و استقلالیت در نظر میگیرند، والدینی هستند که از سبک فرزندپروری آزادی مدار استفاده میکنند. این نوع والدین بدون اینکه در نظر داشته باشند فراهم کردن امکانات بیش از حد و دادن آزادی بیش از حد برای فرزندانشان باعث مشکلات در آینده خواهد شد، از سبک فرزندپروری آزادی مدار استفاده میکنند. مثلا این فرزندان ممکن است در آینده دچار مشکلات در مسئولیت پذیری، کنترل عواطف و نظم بخشی در زندگیشان شوند. در مقابل والدین هستند که از سبک فرزندپروری امنیت مدار استفاده میکنند. در این روش فرزندپروری والدین دوست دارند بیشتر روی فرزندای خود محدودیت وضع کنند به دلیل از اینکه بیشتر امنیت برایشان فراهم شود. غافل از این که در آینده فرزندانشان ممکن است دچار مشکلات زیادی از جمله وابستگی بیش از حد شوند، دچار ضعف در تصمیم گیری و همچنان در مقابله با چالش ها دچار ضعیفی شوند. مشکل این سبک ای است که والدین بیش از حد فرزندان خود به خود وابسته میکنند، ولی در مقابل سبک دیگری هست یا روش دیگری از فرزندپروری است که ما بر شما او را پیشنهاد میکنم و سبک تعادلگرا است. در سبک تعادلگرا والدین بین مسئولیت و آزادی تعادل حفظ میکنند. مسئولیت های کمتری به فرزندانشان میده و انعطاف پذیری این سبک وجود می داشته باشند. سلسله ویدیوهای فرزندپروری ما ادامه دارد. تا ویدیوی بعد خداوند یار و نگهدار شما.